اینه میگم برسوی عزیز. یه متر زویتای. یه متر گذشت با فکرم رفت. اما السلام علیکم دوستای عزیز، تماشاگران گرامی. دوستای عزیز، برای دستگیری کانال یک تایی لایک در ویدیو میبینید. ویدیو را تا آخر تماشا میکنید و فکراتون رو در کامنت بنویسید. دوستای عزیز، شخصانی که نو با کانال میایید یکم بوره ابونه شید در کانال. دوستای عزیز، کانال را دستگیری کنیم و مکسا شپونی مولای در اوغلای. دوستای عزیز، نختون نگاه کنید. بار پدیده سین این سیتکای این برفه که تنکا پارساگه مقصد برفه بینید کریشا اینا امسال نظر و هر سال فکر میکنیم که برف بسیار تبورید. уже 1 متر گذشتگی برف اینا داروش کرا گفته گپ گابور بینختم. دینا برید امروز به حد هوا شمال بود، دما بود. اینجایی که میبینید همش راه بود، راه پرکدگی مقصد راه باید که برویم نصیب کرده باشه. امروز فقط کاربار برف بیای راه این میگه خیلی پای راه باید یک 100 متر راه خیلی برویم. این اختون نگاه کنین برف خشتراک دادگی های. با فکرم که بردار عزیز در همه جایی در همه منطقه جمهوری بورید برف. 27 تا 29 همه خیلی که در تلویزیون دیده یا که در اینترنت در صفحه اینترنتی برآمد که مقصد احتیاط کنید به یگان ضرورت یگان کاری واجبی نداشته باشین، سفر نکنین برای دور. خوف اومدن ترمای با همون خاطر بردار عزیز احتیاط کنین. در جای ما در دهه ما دوستای عزیز قرار دارد در ناحیه لخشی دهه جلوندی ای سطح برده 1700 متر بلندای با همون خاطر برف بسیار میباره. در یک گوجه مقصد در یک خیل ناحیه ها نو برف باری تازی را برف نبود. در ما باشه قریب یک 2 ماه ای 5 دکبر برف بریدگی تا امروز بریده است. مقصد وزی январ ай бардор азиз қариби қати феврал 1-2 روز پس اینا برف تماشا کنین راحت این بردار عزیز. پکر رفت همه جو با فکر محکم شدگی با خاطر برف راهوی کنند و نوار میگیریم دوستای عزیز برای شما. ای طرف شما فقط یک دستگیری کنی به حد خوب میشوه. زنده و سلامت باشی. خیلی میبینیم برادر عزیز مایده کار را سر کردیم. نصیب باشه میره هم خیلی رفته میریم تا سالوای یکم ندیم گی سالواره میریم میرسونیمش میگردیم. این خیلی که میبینی دیت یک 15 یا 18 سانتی متر برف هست. دما خوب کدگی مقصد شمال پر کدگی راه خیلی خیلی که میبینی دیورایه خیلی رفته رفتن در کار. این هفته هم میگه که با برام گفته است. هوا هم کم شده سر که اسنی پیش هوا تمنای اور. های دوستای عزیز ما در برای کار شما در با حضور تماشا کنیم و مایده همجا نصیب باشه میرویم. کم هوا کدایس است. هفته هم مایده برآمد
देखिए हाँ भाई जो बाहर से घुमाए कोई तरफ ना में तो вообще راه پا همه محکم شده به حد برفی وزمین زد نکی نمیره همه بریم دروشگاه طرف رفتیم اومدیم همینجا کم طرف گبرویم انشالله که خلاصه برای او همینجا اوی گومول همینجا او میخرم با اون خاطر همینجا هم خیر رفتن در کارک همین راحت دیگه خلاصه افتام رومده هست هست اینه راهی رفتگی ما خگم شد اینه طرف رفتم شکنی میریم اونجا کم طریقم برویم نصیب باشه هم خطی خلاص هوا کنه و خیلی خوب میشه دیدی؟ هیا بل زوید ساری میره هم مرده رفتیم هم بعد یا بیت هوا را بینه چه خیلی آجوی بوتای باور که هی نگاه کنیم یا بو وای 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 وای